درود بر شما. در 3 سال گذشته با بروز اپیدمی جهانی کووید ما مردم دنیا با تجربه‌های جدید و تلخی و بسیار دردناک مواجه شدیم که برای اکثر افراد باعث احساسهای بدی از جمله ترس، استرس، اضطراب، خشم، غم، افسردگی و یا احساسهای افسرده شده. علاوه بر اون اتفاقهای چند ماهه اخیر در ایران به حال روانی بعضی از ماها تأثیرات منفی داشته و باعث خشم و افسردگی ما شده. به همین منظور من به عنوان یک لایف کوچ جهت همیاری با شما عزیزان یک جلسه رایگان مشاوره تقدیمتون میکنم. Awareness Integration Theory یا همون متد و مدل یکپارچگی آگاهی یک مدل رواندرمانی چند وجهی است که خودآگاه رو افزایش میده. آسیب‌های گذشته و بلاک‌های روانی ناقص رو رها می‌کنه، وضوح و نگرش مثبتی رو برای یادگیری و اجرای مهارت‌های جدید برای یک زندگی مؤثر، سازنده و موفق ترویج میده. مؤسس این متد و مدل که مدل رواندرمانی بسیار موفقی هم هست خانم دکتر فوجان زینی هستند که ایشون در بیش از 15 سال اخیر به همراه همکارانشون تجربه های بسیار موفقی با این متد داشتند. من افتخار این رو دارم که جزو اولین لایف کوچ هایی هستم که از این مؤسسه مدرک گرفتم. من علاقمند هستم که به شما عزیزان کمک کنم تا از رنج مسئله و مشکلی که دارید رهایی یابید. اگر به دنبال لایف کوچی هستید که بهتون اهمیت بده با من امیر لاهیجی تماس بگیرید.